سلام. ساکن آلمانی و میخوایم ملکی رو اجاره کنیم. باید کاتسیون یا پول پیش پرداخت کنی. حالا از مالک درخواست کن من معادل اون مبلغ کاتسیون شما طلا خریداری میکنم و طلا نزد شما امانت میذارم. خودم این کار کردم، پس توصیه میکنم شما هم این کار رو انجام بدید و مالک معمولا قبول میکنه. طلاهای 24 عیار، طلاهای 999 در وزنهای مختلف، پلمپ شده و دارای شماره سریال هست که شما میتونید اونا رو به همون وزنی که معادل کاتسیونتون هست خریداری کنید و این رو امانت نزد مالک بسپارید. هر زمانی هم که ملک رو خواستید تحویل بدید، طلا رو دوباره دریافت میکنید. ضرر نخواهید کرد. میدونید که در آلمان قرارداد ملک مادام العمر هست، یعنی تاریخ اتمامی نداره و شما به راحتی مالک نمیتونه شما رو از اون ملک خارج کنه مگر اینکه ثابت کنه قرار فرزند من بیاد اینجا در این ملک زندگی کنه، یا اینکه دادگاه به شکایت همسایگان یا اتفاقی که افتاده باشه اونجا تشخیص بده شما باید از اون ملک خارج بشید.